ایجان عزیز همچنان ما رو نگاه میکنین و همراهمون هستین. این برنامه برای خودتونه و ما خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان با برنامه خودتون بچه‌ها ایران همراه هستین. هادی خذاب جان دلم. آفرین. بله خیلی خوشحالیم که برنامه بچه‌های ایران رو تماشا میکنید و این برنامه رو الان زمان شما خیلی برای ما محترمه و واقعا لطف کردید که این زمانی که در اختیار شما خداوند قرار داده شما هم در اختیار ما گذاشتید و دارید ما رو تماشا میکنید. یک مهمان دیگه به جمع ما اضافه شد. امیر عباس جناب آقای پویا بیاتی. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بچه‌های خوب ایران زمین که گوشه گوشه ایران و گوشه گوشه جهان دارن برنامه شما رو می‌بینن و عرض خسته نباشید دارم. با 8 ساعت‌ها چجوری هست چون معمولا در نقاط مختلف بله. فرق می‌کنه. نمیدونم بگم صبح بخیر شب بخیر. وقتتون بخیر باشه. وقتتون بخیر باشه. عصرتون آره الان کجا عصره. عصرتون بخیر. عصر همگی بخیر. واقعا الان صبح عصر. خب آقا کلا آدم آرومی هستی؟ والا قاعدتا باید اینجوری باشه. یعنی عصبی نمیشید کلا؟ زیاد نه مگه اینکه خیلی دیگه کشه. یعنی خیلی دیگه عصبیتون کنه دیگه هیچ دیگه. حالا اصلا بعضی وقتا اصلا یا اصلا خیلی خوبه خوش اخلاق بعضی بد اخلاق شما از اون هستین؟ تو خودم اینجوری اما خب ببین به هر حال من فکر میکنم یه کسی که غالبا با هنر درگیر هست باید اولا اینکه آرامش خودش رو حفظ کنه و روح آرومی داشته باشه تا بتونه خالق آثاری باشه که دیگران هم آروم بشن. دقیقاً همینطوره. بتونه با دیگران از طریق همین آرامشی که داره ارتباط برقرار بکنه. درست. حالا ما نه اینکه ناراحت نمیشیم ولی خب سعی میکنیم که بیشتر آروم بشیم. چی شد که فکر کردی میتونی خواننده موفقی باشی؟ فکر نکردم. نه دیگه از رقیه اولا بعد خیلی مطرح کردم عذر میخوام. چی شد که حالا فکر کردی که میتونی توی راه موفق باشی؟ همون شد یه روز دیگه میرم پس. آره چطور شد که دنبال خوانندگی؟ آخه عرض کنم خدمتتون که به هر حال جرقه‌هایی از اون استعدادهای خودم دیدم و سعی کردم که زیر دوش همون بخونی و توی جمع خانواده دوست. نه من خب به هر حال اتفاقایی که شاید خیلی نگاه طنز ولی من فکر کنم از همون دوران ابتدایی توی مدرسه هم تک‌خوانی می‌کردم. گروه سرود بودی اونجا معلم مثلا سرود آواز شما رو دید و گفت صدات خوبه بیا اینجا سرود. وقتی اونم نمیدید به هر حال من سعی می‌کردم کارم اینجوری. اسم شاید میاد کسی که اولین کسی که مثلا گفت شما رو تو گروه سرود و گفت بخون تک‌خوان واسه جلو بخون؟ والا به خدا یادم نمیاد. دوره ابتدایی بوده آقا. سنی نداره نزدیک یقه. آره توی لباس فرمای بچه‌ها تو گروه سرود کلا یقه اسکی بوده. نمیدونم شما درست یا نه. شب یلدا خب میدونین دیگه. خیلی نزدیکیم بهش و ما چند تا میوه داریم. متوجه شدین قضیه میوه ها چیه دیگه؟ شما این میوه رو انتخاب می‌کنید. خیار انتخاب می‌کنه داریم. خیار ببینم داریم. خیار رو دوستان خوردن تمام بشه. سالاد مثل اینکه استفاده کردن تو ناهار سالاد. آقا با بخونم که داریم گیلاس، انگور سیاه، هلو، گلابی، سیب و نارگیل. من جز خیار به هیچ فکر نمی‌کنم. آقا میوه نه آقای تهیه کننده خواهش بچه‌ها بفرستید گلابی بگیرن تو بخش گلابی. خب گلابی. آقا واسه عذرخواهی می‌کنم ما آب پرتقال نداریم واسه مهمونامون اکثر برنامه‌ها بودجهمون اونقدر نمی‌رسه آب خوردن هم بیاریم آبمون رو قطع کردن. خب گلابی شما که دوستدار گلابی هستید چنانچه فکر خدا معطوف به انجام کاری می‌کنید می‌توانید آن را با موفقیت تمام به انجام برسانید. بسیار عالی. شما دوست دارید که نتیجه تلاش‌هایتان را به سرعت ببینید. از انگیزه‌های مفید ذهنی لذت برده و دنبال روی آن هستید. کمی خجالتی به نظر می‌رسید. و در بیان احساسات خود چندان راحت نیستید. زمانی که به دنبال شریک زندگی هستید به هوش سرشار دید وسیع و دل دریایی‌اش بیش از موارد دیگر اهمیت می‌دهید. چند درصد شبیه خودتون بود؟ 5%، 50%، 100%. 2%. نتیجه میگیرید نکنید دوستان آقا با چند تا کلمه میگیم؟ آره شما اولین کلمه جمله نه اولین کلمه که به ذهنتون رو بگید. اول از آیه تاستون الان هست تام و جری با مزه بفرمایید آقای رئیسی. تام و جری چی بگم؟ یه کلمه گفتم با مزه است. شما دعوا.
دندون. باید مسواک بزنیم به جمله شما؟ در یک کلمه. خیلی درگیرشم خودم شخصا. با یک کلمه. کلمه درگیری. جمله هم اشتباه درگیری مسواک. شما؟ باعث شد دعوا و درگیری. خدا رحم کنه. اسب حجر. خیلی وقت پیش. دایناسورها. دایناسورها. گوشگو. آبگوش. شما؟ دعوا هم می‌کردیم. راست میگم. متفاوت بوده. کسایی که خارج از ایران برنامه نگاه میکنن یه جایی هست در تهران فرزاد که آبگوشت و اینا همیشه به راهه مردم استفاده میکنن. نه فقط خب جناب آقای بیاتی دلم میخواد صدای گرم شما رو بشنویم ببینم تعریفایی که ازتون شنیدیم ان شاءالله ببینیم که به چه صورتی. محبت داریم. سلام. آماده با است؟ گوش و جان میشنویم. کارش اول معرفی معرفی بکنید کنید. بعد کار میشه. من چون جمعه هم هست چیزی که متعلق به حضرت صاحب زمان هست یک کاری رو انتخاب کردیم برای این ساعت عصر جمعه به اسم نیومدی با آرزوی ظهور در فرج حضرت. انشاءالله. تقدیم میکنم به همه کسانی که و منتظرانی که لحظه به لحظهشون رو در انتظار حضرت سپری میکنن ان شاء الله. اللهم عجل ولیک فرج. میشنویم. بفرمایید. شما بفرمایید. بله. میشنویم. تا کار پخش بشه. چشم. بله. خب آقا ترانه سرایی و آهنگساز تنظیم کننده کار معرفی میکنین؟ عرض کنم خدمتتون که ترانه این کار از خودم هست، ملودیش هم خودم ساختم، تنظیمش از دوست خوبم آقای فریبرز خاتمی و همین که این مشخصات خاصی نیست. خیلی خوب. بعد چقدر زحمت کشیدین کار خونده بشه چند روز؟ چطور شده؟ شما اونایی هستی که یه رو میرین تو استودیو میخونین میاین بیرون؟ والا سعی می‌کنیم کارها وقت بذاریم و این کار نه خب بعضی تا اینقدر ظرفیان تو خونه مثلا دیدم دوستانم. نه. من فکرشو نمی‌کردم. میرفت تو استودیو میخون میاد بیرون تموم میشد. خب باید دوستان قضاوت کنن که من آره، چقدر اینجا؟ می‌کنم. حالا سعی می‌کنم که زیاد وقت استفاده بشنویم. خب میشنویم با گوش هایتون. دلم گرفته از زمان دلخورم بذار واسط گلای خامو بشمرم به کی بگم که کوزه کوزه تشنم به کی بگم 1000 روز تشنم نیومدی یه هفته خسته تر شدم شکسته بودم و شکسته تر شدم نیومدی یا کوتاه کلافه شد یه جمعه دل ندیدمت اضافه شد یه دل دارم همیشه بیقرارته اونوز من دایم انتظارته به قطر قطر خواهی گریه هم قسم که بیقرار و بی‌پناه و بی‌کسم یه دل دارم که حس شعر دوری و نداره چاره‌ای به جز صبوری و میخواد شریک گریه های من بشه بیا ببین دلم غریب من چشه نیومدی یه هفته خسته تر شدم شکسته بودم و شکسته تر شدم نیومدی یا کوچمون کلافه شد یه جمعه دل ندیدمت اضافه شد نیومدی یا پاس نفس گرفت خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت نیومدی حصار درد و بشکنی تو آخرین امید چشم
چشمای منی یه دل دارم همیشه بیقرارته قنات من دایم انتظارته به قطر های گریه خامون قسم که بیقرار و بی پناه و بی کسم یه دل دارم که حس شعر دوری و دور چارگی به جز صبوری میخواد شریک گریه های من بشه بیا ببین دل قریب من چشم آفرین. آقا تبریک میگیم به این ترانه بسیار زیبایی که خودتون نوشتین. خیلی خوب بود. بفرمایید. آقا دستتون درد نکنه. کوچمون کلافه شد. نیومدی یا کوچمون کلافه شد. تصویر شاعرانه زیبایی. زنده خوب بود. خیلی خوب بود آقا، واقعا دستتون درد نکنه. ان شاءالله که هر چه زودتر به همون خواسته که همه ایرانی‌ها و همه مسلمان‌های دنیا دارن ان شاءالله هر چه زودتر برسیم. میریم یک بخش رو می‌بینیم، برمیگردیم، مهمان بعدی به جمع ما اضافه میشه. خیلی خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید. بفرمایید. روزای بی تو چه غمگینه 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 شبای بی تو چه سنگینه 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 هرچی فراق تو دلگیره 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 خیال وصل تو شیرینه 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 یه روز میرسه که دامنت رو بگیرم که دامنت رو بگیرم خدا نکنه تو رو ندیده بمیرم تو رو ندیده بمیرم شدم مثل برگ گلی که خشک و بیرنگ آقا فقط میخوام گریه کنم دلم برا سنگ آقا دلم برا زنگ آقا. خوبین، خوشین، سلامتین انشاءالله. هر کجا دنیا که هستیم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. ما همچنان مهمون خونه هاتون هستیم با برنامه بچه‌های ایران. شاهین طاها، جناب آقای پویا بیاتی و مهمون بزرگوار دیگه که به این بخش ما اضافه شدن جناب آقای مسعود اسونی عزیز. سلام علیکم. آقا سلام. احوال شما؟ خسته نباشید. باید دو بیتی ما رو مهمون کن و بعد ان شاءالله با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که زحمت میکشن و همه بینندگان عزیز. عرض حضورتون که غافلگیرانه گفتی. چشم. نفسم پشت آه می آید، از دل سرد چاه می آید. نفسم پشت آه می آید، از دل سرد چاه می آید. مثل یک روز خوب بارانی اشک من گاه گاه می آید. آفرین. آفرین. خیلی هم مرسی، خیلی ممنون. بعد یک اتفاق خیلی جالبی که ما پشت صحنه هم صحبت می‌کردیم، شعر عمو عباس که تمام ایرانی‌ها شنیدن، امیدوارم که ایرانی‌ها که در خارج از ایران هم برنامه نگاه می‌کنن شنیده باشن. یه توضیح در مورد اون شعر، یه معرفی بکنید شعر رو، یه ذره‌ش هم بخونید مردم یادشون بیاد، شاید خارج از ایران خیلی نشنیده باشن. بله. بعد واقعا خیلی حال خوبی بود، خیلی حال خوبی بود. هر کی گوش می‌کرد، هر جا می‌رفتیم توی محرم میشنیدیم. یه توضیح در مورد این یه ذره‌ش هم بخونید که مردم یادشون بیاد. بله، عرض به خدمتتون که این خب به خاطر عنایت خوب حضرت ابوالفضل علیه السلام بود، ولی که و نفس گرم عزیز برادرم آقا سید مجیدآقای بنی فاطمه که از همین
سلام خدمتشون عرض میکنم. و خب یک عنوان از زبون کودکانه بیان شده بود از زبون یکی از عزیز‌الدین‌های امام حسین که عمو عباس علمت کو عموی خوب عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم و بقیه شعر که حالا به هر حال انشالله یه روز یه فرصت شد که کامل انشالله ما قراره شما دوباره هم دعوت بکنیم تو برنامه‌مون چه افتخار بدیم بازم تشریف بیاریم. همکاری داشتیم با جناب آقای پویا بیاتی. بله پویا جان که ما افتخاریه برامون که رفاقت یا همکاری یا جفته؟ بیشتر رفاقت داشتیم تا همکاری. سعادت دوستی با آقای افغانی و آقای بیاتی لطف داشتن یادم ما خیلی چیز ازشون یاد گرفتیم و خیلی هم استفاده بعد دوستی وارد کار میشه کار بهتر میشه، یه وقتی اون جدیت خارج میشه کیفیت کار میاد پایین. اینو آقای بیاتی جواب. آقای بیاتی شما بفرمایید. قبل شما جواب بدین چی خوردی رفاقتی صدا بلند شد؟ نه اینجا جایگاهش اینجوری وایسادی بالا؟ جایگاه منم داره. وایسام بالا؟ نه خب این دوستی وارد میشه کار بهتر میشه یا من فکر میکنم که تو یک پروژه اون رابطه دوستانه حاکمه و دو نفر رابطه عاطفی دوستانه با هم دارن، مطمئناً کمک میکنه که بیشتر اثر رو درک کنن. و سلیقه‌ای هم دیگه بیشتر آشنا میشه. بله دقیقاً، نه اینکه بیشتر سلیقه هم دیگه ما میدونیم، من سلیقه‌های مسعود اصلانی رو میدونم، باهاش ارتباط برقرار میکنم، بعد میام توی کارم همون رو نشون میدم. متوجه این جدیت خارج میشه مثلا یه جایی من میخوام جدی کار بکنم. البته دعوامون هم جدا. دعوام نمیشه طبیعیه. نه همدیگه رو نقد میکنیم، گاهی ایشون ترانه‌های من نقد میکنن، من میشینم باشون صحبت میکنم تو کارها و نقطه نظر میدم. البته من شاگرد آقای اصلانی هستم توی شعر، اما این نیست که کمک نکنه به اثر. واقعا کمک میکنه. نقد کردم به قول حدیثی که حدیث نبوی هست فکر میکنم، مؤمن آینه مؤمنه و دوست آینه دوست باشه. درست. آیا اصلا چطور شد که فکر کردین بازم دارم بعد مطرح می‌کنین فکر کردین چطور شد که اومدین سمت کارهای شعرهای آیینی؟ خب این که خب اول که لطف خود اهل بیت تا اونو نخوان، الهامی که میشه به آدم‌ها. آره لطف خود اهل بیت، بعدم که خب زحمت‌های پدر مادرم واقعا مدیون پدر مادرم هستم، زحمت اینا باعث شد که ما به این سمت بشیم و بعدم راهنمایی دوستان خوبی مثل آقای بیاتی. خواهش می‌کنم. خیلی خوب. این دوستتون خیلی ساکته اونجا نشسته، خیلی ساکته. شما این نظر در مورد کار چی بود؟ حالا خودت کسی که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، مثلا ترانه‌اش خیلی جالب بودش، واقعا خسته نباشید. شما نظر در که رفاقت وارد کار بشه، مثلا با امیر عباس رفاقت داری، مثلا حالا رفاقت نظر چی؟ همین سوالی که من پرسیدم. کار ما فرق میکنه، کار ما کار یدی نیستش، حسیه بیشتر. و اینکه ما کارهایی که انجام میدیم تقریبا با همه خواننده ها دوست هستیم. یه موقعی میبینید 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت توی اتاق داریم با هم ادیت میکنیم کارو. فکر میکنم تا نباشه اصلا شکل نمیگیره. یعنی برگردیم بیوگرافی همه کارهای بزرگم بریم جستجو کنیم، ببینیم همیشه یه تیم ورکی بوده که مثلا افراد با هم رابطه حسی برقرار کردن و نتیجه شده کاری که موفق شده. این تو بفرمایید. شما چون خواننده میخواد این حس بیشتر بهتون منتقل بشه، این دست این جسته موقع اجرا میدادید بهتر. خب آقای بیاتی میخوام شما اعلام کنین که بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم برگردیم. با میکروفون. خواهش میکنم. بینندگان عزیز این بخش بعدی رو ببینیم. بینندگان جان بفرمایید. بله. یه جوری زندگی کن که تو دنیای خودت باشی، به جای آدمی دیگه فقط جای خودت باشی.
که با خدا باشه تموم عمر بی کس نیست برای زندگی کردن به دنیا اومدن بس نیست یه جوری زندگی کن که بگن اهل پریدی که امروز آخرین روزه واسه جبران هر چیزی درخت باقی افتادنهای برگ شب زیبا کسی که زندگی زیبا حتما مرگشم زیبا درخت کاغذی از ریزش یه برگ میترسه کسی که گیر دنیاشه همش کسی که با خدا باشه تموم عمر بی کس نیست برای زندگی کردن به دنیا اومدن بس نیست یه جوری زندگی کن که بگن اهل پریدی که امروز آخرین روزه واسه جبران هر چیزی یه جوری زندگی کن که بگن عمرت کمک داره بگی حرف حق و حتی اگه واسه ضرر داره تبریک میگیم بهت به خاطر این سلیقه بسیار زیبایی داری چون انتخاب ملودی، ترانه و تنظیم. زنده باشی. معرفی کن کارو. آهنگ جبران بود. بله. اصلا دوستم که یه قطعه‌شو که خیلی خودم دوست دارم همیشه زمزمه میکنم بود تکرار میکنم. خواهش میکنم. درخت واقعی افتادنای برگش هم زیباست. آفرین. بله. درخت واقعی افتادنای برگش هم زیباست. کسی که زندگیش زیباست حتما مرگش هم زیباست. درخت کاغذی از ریزش یه برگ میترسه کسی که گیر دنیاشه همش از مرگ. آفرین. میترسه. این ترانه‌اش از دوست خوبم آقای اصغر عظیمی مهر بود از شاعرای خوب آیینی کشورمون و کرمانشاهی که من جا داره و همه همشهریام کرمانشاه بله بله سلام عرض کنم. با زبون محلیتون سلام علیکم آقا. من به تسلط ندارم میترسم. سلام عرض می‌کنم به همه کرمانشاهی‌های گل، کنگاوری‌های عزیز و کدوم کوچه؟ از دوربین جام جم از خسته نباشید. یه اتفاق جالبی که افتاده آقا خدمت شما سلام رسوندن. محمد متین سلام رسونده داره برنامه رو نگاه میکنه به شما سلام رسونده اگه میخواید شما سلام بهش بکنید داره چقدر میشناسه چه توضیح هم بدید. متین جانه که خب ما دوستش داریم و از عزیزانی هستن که خب خیلی ایشون هم دارن زحمت میکشن خیلی شعر حفظ میکنه خیلی زحمت میکنه و میفهمه شده همینجوری حفظ نمیکنه و میفهمه و حفظ میکنه. بله آقا متینو ما دوستش داریم و از همینجا هم سلام میکنیم و از ادب بریم خدمتشون. خیلی هم خوب. آقا ما از دو بزرگوار پرسیدیم در مورد میوه ها و میخوام از شما بپرسم. البته ببخشید دیگه میوه بزرگوار رو خالی شما بگید چی دارید من همونه. من بهتون میگم گیلاس، انگور سیاه، هلو، سیب خونده شد؟ نه خونده شد. چشم. سیب خونده شد در واقع نه خورده هم نشد سیب داریم. خورده هم نشد. آقا خیار آوردین؟ گفتم بیارم بعد از برنامه فردارم بیارم. آقا تو توقعی داری آقا حساب کنم بعد خیار میخرم. خدای خلیل. سیب زرد یا قرمز؟ خیلی مهمه. شوخی میکنم. تاثیر داره. چنانچه سیب میوه محبوب شماست شما فردی اسرافکار و بسیار رکگو و سریع اللهجه هستید. دست شما دارم. اسرافر رو نه ولی خب رکگو هستم. تا آخرش خود چند درصد چند اگرچه ممکن است بهترین سازمان دهنده و مدیر نباشید
اما میتوانید رهبر یک تیم کوچک باشید که با تلاش زیاد تیم به موفقیت میرسانید. در بیشتر موفقیت‌ها میتوانید به سرعت و به درستی تصمیم بگیرید. شما از سفرهای کوتاه و غیرمنتظره لذت می‌برید مثل همه. بله. زمانی که با شریک زندگی خود به سر میبرید جذاب و خونگرم به نظر میاد و به شدت عاشق زندگی و مفهوم واقعی هست. چند درصد خود شما بود؟ ایشون که گفت 2%. شما چند درصد این چیزی که گفت؟ من که 2%. من 70%. 70%. خب واقعا بهتون نمیخواد اسرافکار باشید. نه اسرافکارشو من 30% گرفتم که 30% اسرافکار آقا تخفیف نیستم دیگه. اون 70% کم کردم. خب میخوام از بدون دوستان بپرسیم و بعد از ترانه زیبایی از شما بشنویم. به ترتیب حالا شاهین تا دلت میخواد چه کارهایی انجام بدی توی ژانر خودت؟ حالا دوستان تو ترانه تو موسیقی دلتون میخواد تو چه سبکی کار کنی و برای کی و برای چی کار کنی؟ حالا من خیلی دوست دارم تو حوزه دفاع مقدس یه کاری انجام بدم، یه کاری که تقریبا یه جور دیگه ای دیده بشه، خاطر اینکه یه چیز شخصیه، چیزی که من تو این دور زمانه میبینم با آدمایی که اون موقع بودن و کارهایی که اون موقع میکردن، دل و جرأتایی که اون موقع داشتن و کمتر میبینم. شهامت و مردونگی که داشتن. 100%. استراحت. خیلی دوست دارم یه کاری از دیدگاه خودم بتونم، ولی نه فرصتش پیش اومده، یعنی باید یه فرصتی پیش بیاد که خوب عرضه بشه این کار. انشالله. شما آقای اصلانی؟ خب ما از اولش بودیم خدمت اهل بیت، آخرش هم انشالله باشیم. انشالله بعدش. و شما؟ من دوستانی که من میشناسم اصلا اهل جانماز آب کشیدن صحبت ها نیستم. عهد بستم با خودم، نذر کردم تا وقتی که توانایی خوندن دارم حتما هر سال یک آلبوم وقف اهل بیت کار بکنم. و الان هم مشغول اتفاقا انتشار و ضبط و تنظیم چرا که خودشون کمکتون کنن در مراحل کار و آلبوم دور از تو سالها رو دارم میسازم با موضوع امام زمان که دومین آلبوم مهدوی من هست که ان شاءالله بعد از 2 سال دارم. آقا مسعود اصلا ما دلمون می‌خواد ترانه از شما بشنویم. ولی حقیقتش من یه خود غافلگیر شدم چه خوندم، ولی یه ترانه تو آلبوم من، آلبوم جدید من، آلبوم مهدوی من دارن. من فکر کنم اگه ذهنشون بیاری کنم این که یادم نمیاد. مثلا 1 دقیقه وقت داریم تا پایان. بله من فقط پس یه آره خواهیم 2 تا که دلم بدون تو انگار کوهی از درد، تموم سال هوای میون ما سرد، همیشه گریه دلیل ضعیف بودن نیست که گریه گاهی از اوقات کار یک مرد. به 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 خیلی خوب بود. شما هم اگر به جای تیتراژ ما یکی دیگه از ترانه‌های آقای بیاتی رو خواهیم داشت در برنامه. چقدر این تا پایان خداحافظی می‌کنیم؟ بله واسه به ترتیب بچه‌ها خیلی سریعا در حد چند ثانیه. شاهین من خداحافظی می‌کنم از تمام دوستانی که زحمت کشیدن و دنبال کردن این برنامه رو. دستون درد نکنه، خدا نگهدار. سلامت باشین. از همینجا به خانواده محترم سلام عرض می‌کنم و خدا نگهدارش. بله خب قربونتون برم. من هادی خزاب دوستتون دارم تا یه برنامه دیگه. خدا نگهدار. من تو خداحافظی می‌کنم. هر کاری مرسی الهی که سرزنده و سلام. من حساب کن، من تو رو تنها نمیذارم، تمام احساسم به تو معلومه، بغضی که داری